دسوزا 16 رمضانی رو به عقب با رستمی کار میکنه، او هم دسوزا و نهایتاً رافقایی. پورغلامی شیس رضایی با یک ضربه سر توپ رو برگشت میده، اما ملوانی ها در میانه زمین میدانداری میکنن. رافقایی، نوری، بادامکی با او حرکت میکنه تا اینکه خطا رو هم انجام میده. بلافاصله یاران ملوان بازی رو به جریان میندازن. رمضانی از همونجا به سمت دروازه و شوتش از بالای دروازه به بیرون میکنه. ضربه مقابل دروازه اعلام میشه. علیرضا حقیقی و رمضانی که توپ رو اینگونه به سمت دروازه فرستاد. میانه زمین تأمینی برای دسوزا. شیس رضایی ارتباط رو قطع میکنه. کریم باقری، حسین بادامکی به توپ نمیرسه. کریم باقری توپ رو به او پاس داد، اما بادامکی خطا میکنه روی پژمان نوری و خطاش هم به درستی اعلام شد. دسوزا باید بازی رو به جریان بندازه. 7 تا خطا ملوان، 12 تا پرسپولیس. ابراهیمی برای حیدری جای خودش رو عوض کرده. محمد حیدری، اما توپش به ابراهیمی هم نرسید. رافقایی حالا حرکت میکنه به سمت دروازه پیشروی. خود سجل رافقایی سد میکنه راه او رو بازیکن پرسپولیس، اما اعتقاد داره که آقای مومنی رافقایی بازیکن حریف رو هول داد. خودش هم تعجب میکنه که چگونه این خطا به سود تیم حریف گرفته شده. سپهر حیدری، توپ در اختیار یاران پرسپولیس هست. توپ در اختیار کلاه کج. منطقه بازی عوض میشه برای علیرضا محمد. پشت محوطه جریمه تأمینی توپ رو برگشت میده. کلاه کج تاثیر میذاره روی توپ و نهایتاً رافقایی که ترجیح میده توپ رو از منطقه خطر دور بکنه. علیرضا حقیقی، شیس، قطع ارتباط از پورغلامی. خود پورغلامی هم از راه میرسه و توپ رو میگیره. میانه زمین نوری، حسین ابراهیمی، پژمان نوری، علیرضا رمضانی میچرخه رو به عقب پاس میده برای رستمی. او هم تأمینی رو میبینه. دسوزا زودتر از او کلاه کج. حالا کریم باقری ببینیم چیکار میکنه. زارعی میخواد جا بگذاره پورغلامی رو که با خطای او متوقف میشه. بلافاصله هم دست به جیب و کارت زرد رو میگیره. فکر کنم 4مین اخطاری ملوان هم هست. بابک پورغلامی و از منطقه مناسب حالا یاران پرسپولیس صاحب یک ضربه ایستگاهی میشن. ملاحظه بفرمایید اینجا حرکت کرد و با پای راست خودش پای چپ زارعی رو زد. ببینیم از این فرصت یاران پرسپولیس چگونه استفاده خواهند کرد. بله 4 تا کارت زرد یاران ملوان گرفتن. سرخپوشان هنوز هیچ. کریم باقری، محسن خلیلی و هوار پشت توپ هستن. ضمن اینکه البته کریم باقری رو نمی‌بینیم. کریم باقری رفته درون محوطه جریمه. عادل کلاهکج هم پشت توپه. محسن خلیلی و هوار که چپ پا هستن. قطعا از اینجا یه بازیکن راست پا به مراتب بهتر از یه بازیکن چپ پا میتونه به توپ ضربه بزنه. بله خود کلاهکج خواهد زد. عادل کلاهکج. دیوار دفاعی ملوانان هم چیده شده. رحیم‌زاده جاگیری کرده. آقای منبنی با خط دفاع صحبت میکنه. عادل کلاهکج پشت توپ از روی توپ میپره و این ضربه زده میشه که رحیم‌زاده توپ رو میگیره. از این موقعیت هم طرفی نمیبندن یاران سرخپوش. رحیم‌زاده بازی رو به گردش در میاره. ببینیم که چه اتفاقی افتاد. توپ فرستاده شد و
دچار مشکل نشد. مهدی رحیمزاده، حسین ابراهیمی حالا از ملوان، ارسال به محوطه جریمه، شیس رضایی ضربه سر و نهایتا علیرضا محمد. کریم باقری به هوار پاس میده. هوار میتونه منطقه بازی رو عوض بکنه. کریم میانه زمین، او این کار رو انجام میده برای زارعی. حرکت مجتبی زارعی، بازیکن شیرازی تیم پرسپولیس و کلاهکج حالا صاحب توپ در منطقه راست. محمد، یه بازیکن ملوان باز هم بیرون هست و این بار کلاهکج توپو به بیرون میفرسته و به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی بشه. باز هم بازی متوقف میشه. 44مین دقایق پایانی نیمه اول و محمد حبیبی، یکی از دستیاران آقای پورغلامی که از روی نیمکت بلند شد و رفت لب خط. فرهاد پورغلامی همچنان لب خط هست. به هر حال بازی برای او هم بسیار حساسه. رافعی احساس ناراحتی میکرد. یعنی پرسپولیس توسط باقری. شکوری، ارسال به درون محوطه جریمه. خلیلی درون محوطه جریمه تعادل خودش هم از دست میده اما خطا